آدرس مهدی رو بلده بگه؟ کجاست پسر فاطمه؟ ابرزوا امضی توا. آقا کجایی؟ عزیزون علی ان اری الخلق ولا ترا. سخت بر من حجت ابن الحسن همه رو ببینم تو رو نبینم. گریه هاتون رو برای مهدی بکنی، اشکاتون رو برای پسر فاطمه بریزی. مهدی غریبه، مظلومه، برای یوسف زهرا ناله کنید، اشکاتون رو بیمه مهدی کنید. قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده. یکی از وظایف ما اینه که گریه هامون بیمه پسر فاطمه بشه. و امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی منم به یاد تو هم. اگه تو برای فرج من دعا کنی منم برای سلامتی تو دعا میکنم. تو وقتی به فکر من باشی منم به فکر تو هم. جوون ها نمیدونم این حرف از من تا حالا شنیدید یا نه؟ اگه کسی از من بپرسه از امام حسین قریب تر کی، میگم از حسین قریب تر پسر فاطمه مهدی زهراست.